انواع تقسیم بندی پهپادها رو بشناسید. پهپادها بر حسب نوع مأموریتی که دارن به انواع مختلفی تقسیم بندی میشن که به طور کلی به دو دسته پهپادهای شناسایی و پهپادهای رزمی قابل دسته‌بندی هستند. پهپادهای رزمی هم بر حسب نوع نیاز و مأموریتی که براشون تعریف شده میتونن قابلیت شناسایی هم داشته باشن. پهپادهای غیر نظامی هم هستن که با کاربری‌هایی مثل تصویربرداری یا همچنین حمل و نقل محموله هم استفاده میشن و میتونیم به این دسته هم اضافه بکنیم. این وسایل پروازی بدون سرنشین هم بر حسب نوع مأموریت دارای ابعاد متنوعی هستند. اولیش میشه پهپادهای رد سنگین که به دو نوع سنگین و نیمه سنگین تقسیم بندی میشن. نوع سنگین میشه پهپادهای ارتفاع بالا، نوع نیمه سنگین میشه پهپادهای ارتفاع متوسط. بعدی هم میشه پهپادهای رد سبک که به پهپادهای برد متوسط، برد کوتاه، دست پرتاب، عمود پرتاب هم تقسیم بندی میشن. اولیش میشه پهپادهای رد سنگین و نیمه سنگین. این رده از پهپادها به دلیل نوع مأموریتی که دارن دو تا شاخصی اصلی اون انجام پروازهای برد بالا و مداومت بالاه. از اهمیت خیلی ویژه‌ای هم توی میان هواپیماهای بدون سرنشین برخورداره. پهپادها ممکنه هر دو این شاخصه یکی از اونها یعنی برد بالا یا مداومت پروازی بالا رو داشته باشن. پهپادها هم برای پرواز تو ارتفاع بالا نیازمند بهره‌گیری از موتورهای جت هستن، چون تو این ارتفاعات فقط موتورهای جت میتونه عملکرد خوبی داشته باشه. قابلیت ارتفاع پروازی بالا و بردهای بلند هم پهپادها رو با حساب سامانه‌های مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای الزامی ساخته که تکنولوژی پهپادها با قابلیت این شینی فقط در اختیار برخی از کشورها قرار داره. در رده نیمه سنگین هم بهره‌گیری از موتورهای توربوپراپ و پیستونی مرسومه و این قبیل از پهپادها برخلاف رده ارتفاع بالا فقط برای مأموریت‌های شناسایی و جاسوسی طراحی نمیشن و برای قابلیت‌های رزمی هم ممکنه تو بخشی از مأموریت‌های مهم ازشون استفاده بشه. پهپاد توانمند پردیتور یا پهپاد ایرانی یا شاهد 129 هم نمونه‌هایی از این رده از پهپادها هستن. حالا می‌خوایم در رابطه با پهپادهای سنگین بیشتر توضیح بدیم. این قبیل از پهپادها معمولاً دارای وزن برخاست بیش از 10 تن هستن و تا ارتفاعات بیشتر از 50,000 پا هم میتونن پرواز بکنن و مداومت پروازی اونها بیشتر از 25 ساعت در نظر گرفته شده. از این رو به این گونه از پهپادها به عنوان هاله یا ارتفاع بالا و ماندگاری طولانی هم شناخته میشن. هدایت پهپادهای هاله هم معمولا با استفاده از ماهواره‌ها انجام میشه. یک نمونه از پهپادهای سنگین آرکیوفار گلوبال هاوکه که وظیفه اصلی این پهپاد خاص و استراتژیک تهیه زنده تصاویر و نقشه‌های مورد نیاز فرماندهان از مناطق وسیع به صورت زنده و همچنین پوشش این مناطق با استفاده از سنسورهای الکترواپتیک و حرارتیه. این پرنده شناسایی میتونه تا ارتفاع 18 کیلومتر از سطح زمین فاصله بگیره و در نهایت هم تا مدت زمان 42 ساعت به پرواز خودش ادامه بده. وزن گلوبال هاوک 14.5 تنه و میتونه با سرعت 575 کیلومتر بر ساعت پرواز بکنه. برد پروازیش هم در حدود 14,000 کیلومتره و میتونه محموله به وزن 1600 کیلوگرم رو حمل بکنه. این پرنده بدون سرنشین هم از یک موتور توربوفن مدل F137 RR100 ساخت شرکت رولز رویس انگلستان استفاده میکنه. وزن 14.5 تن این پهپاد به سنگین وزن‌ترین پهپاد عملیاتی جهان بدل شده و جالبه بدونید که هزینه کل پروژه گلوبال هاوک در حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده و در حال حاضر هم قیمت هر فروند از این پهپاد به همراه هزینه‌های عملیاتیش تقریباً 222 میلیون دلار هم رسیده و اون رو به گرانترین پهپاد عملیاتی جهان هم بدل کرده. اما دلیل اصلی گرانیش بحث محمولی هستش که همراه این پهپاده که اون رو از سایر رقبا متفاوت میکنه. با نگاه به این پهپاد اولین نکته‌ای که هر بیننده رو جذب میکنه بحث شکل خاص در جلوی این پهپاده. توی این محل هم یک دیش دریافت اطلاعات قرار داره که تو باند کایو عمل میکنه و میتونه با سرعت 50 مگابایت در ثانیه به دریافت و ارسال اطلاعات بپردازه. رادار روزنه مصنوعی سار هم به همراه سامانه‌های جستجو و شناسایی الکترواپتیک و فروسرخ هم روی این پهپاد نصب شدن که به دلیل ارتفاع بالای پروازی این پرنده میتونن محوطه‌ای به مساحت 100,000 کیلومتر مربع رو تو یک روز اسکن و نقشه برداری بکنن. همچنین باید گفت که رادار روزنه این پهپاد هم در باند ایکس فعالیت میکنه که خودش باعث افزایش توان عملیاتی این رادار میشه. این بود از کلیپ امروز. امیدوارم که اطلاعات خیلی خوبی نصیبتون شده باشه. برای قسمت بعدی هم سعی داریم در رابطه با پهپادهای نوع نیمه سنگی یعنی پهپادهای ارتفاع متوسط و ماندگاری طولانی هم اطلاعاتی رو بهتون بدیم. پس حتما این کلیپ رو لایک داشته باشین و کانال رو سابسکرایب بکنید.